سلام كمسك الختام. پدر جان، ارکان اسلام کدام هایند؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پسر جان، ما مسلمان هستیم. از این رو باید وظیفه های معینی که به ذمه مسلمانان گذاشته شده را اجرا نماییم. وظیفه های اساسی ما این بجا آوردن ارکان اسلام می باشد. این ارکان 5 تا می باشند. یکم، به زبان راندن کلمه شهادت، باور کردن به آن که نیست خدای بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول اوست. دوم، خواندن نماز، خواندن نمازهای 5 وقته هر روزه. سوم، روزه داشتن، در ماه رمضان روزه گرفتن. چهارم، زکات دادن، از حساب ثروت داشته پرداختن زکات. پنجم، حج کردن، 1 مرتبه در عمر حج کردن. رکن اول از این 5 ارکان اساس اعتقاد ما می باشد. همه ارکان باقی مانده عبادت های اساسی بوده از اعتقاد ما سرچشمه می گیرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اسلام از 5 ارکان بنا یافته است. شهادت دادن آن که نیست خدای بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و پیامبر اوست. نماز خواندن، در ماه شریف رمضان روزه داشتن، زکات دادن، زیارت خانه خدا یعنی کعبه نمودن. روایت بخاری. بار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حلقه یارانش نشسته بودند. ناگاه به نزد آن حضرت مرد آمده پرسید اسلام چیست ای پیامبر الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر روز خواندن 5 نماز فرض. او گفت باز یگان نماز دیگر هست که من باید خوانم؟ پیامبر گفتند نه، ولی اگر خواهی نماز نفل خوان. باز تو باید ماه شریف رمضان را روزه گیری. او گفت خوب، باز دیگر روزه هایی هستند که داشتن آنها بر من فرض گردیده است؟ پیامبر گفتند نه، اگر خواهی روزه نفل دار و تو باید زکات دهی. او گفت و به غیر از این من باید زکات دهم؟ پیامبر گفتند نه، ولی می توانی صدقه دهی. این مرد از آموختن دین خرسند گردید و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نه کم و نه زیاد، من همه آنچه را که شما آموزانیدید اجرا خواهم کرد. سپس به راه آمدهش برآمده رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگان مراجعت کرده گفتند اگر به وعده اش وفا کند نجات خواهد یافت. روایت بخاری. پسرم، بر تو یک شعر را می خوانم که درباره رکنهای اسلام است. دین الله بزرگ اسلامی ما 5 اساسی زیر دارد ز ابتدا. یکمش گفتند که الله است یک، غیر او نبود خدا به هیچ شک. هم محمد مصطفی پیامبرش، بهترین از بندگانی بهترش. هم نماز 5 وقته خواندن است، روزه بگرفتن زکات دادن است. هر کسی را قدرت و مالش بود، حج برایش دان که فرض می شود. پدر جان، این ارکان را ما کی باید آغاز بکنیم؟ پسرم، خلاصه هر یک مسلمانی که به بلاغت می رسد باید این ارکان اسلام را به جای آورد. نماز خواند، روزه گیرد، اگر پولش به مقدار زکات رسید زکات بدهد و به حج به زیارت خانه خدا برود. پدر جان، اگر کسی به بلاغت رسد و این ارکان را انجام ندهد به او چی می شود؟ پسر جانم، اگر کسی به بلاغت رسد و ترک این ارکان کند
گناهی کبیره کرده است و عذابش خیلی سخت است. و اگر کسی این ارکان را انکار کند، گوید که اینها از جانب الله نیستند، ایمان از او خارج شود. پدر جان، درباره شخصانی که میگویند دل تازه باشد شد، چی میگویید؟ بله فرزندم، و این را بدان که بعضی از شخصان میگویند که دل تازه باشد شد، میتوانی نماز نخوانی و روزه نگیری. آنها خطای بزرگ کردند، چون امر خداست که باید نماز گذاری با جسمت و باید روزه داری با جسمت. اینها عبادت های بدنی هستند. باید ما با انجام دادن این عبادت های بدنی بنده الله تعالی بودن را اثبات کنیم و امرهای پروردگار را بجای آوریم. و این را بدان پسرم، اگر تنها گپ در دل می شد، خداوند به ما امر میکرد که نماز را با دل خوانید، روزه را با دل دارید، حج را با دل کنید، زکات را با دل دهید. ولی چنانه که ما میبینیم خداوند به ما امر میکند که این عملها را ما باید با بدنهای خود انجام بدهیم. و نشانه تازه و پاک بودن دل این است که مسلمان حقیقی این امرهای خداوند را به جای می آورد. چون دل پاک و تازه هیچ وقت از فرمانهای پروردگار خود سرکشی نمی کند. با همین درس امروزه را به پایان می رسانیم. شکرگزاری می کنیم به هر یک شما که نوارهای ما را تماشا می کنید. نوارها را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. کانال ما را دستگیری کنید، به کانال ما آبونه شوید. الان 80% تماشابینان به کانال ما آبونه نشده اند. ممکن که یکی از آنها شما باشید. کانال ما بهترین کانال برای شما و عائله شماست. پس اعضا شدن به کانال ما را فراموش نکنید. نیت آن را داریم که تا ماه شریف رمضان اعضایان کانال را به 15,000 رسانیم، چون که این برای پیشرفت کانال خیلی مهم است. و این چنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.